رسانه‌های روسیه آویاپرو و وین دیلا روز 25 آگوست سال 2022 خبر دادند که جنگجویان حرکت تندرو طالبان یک سال پیش حکومت را در افغانستان به دست آوردند. نیروهای خود را به مرز تاجیکستان انتقال داده استانند. این خبر بلافاصله بعد اظهارات وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو است که در نشست وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند گفت روسیه با در نظر داشت وضع افغانستان آمادگی جنگی پایگاه‌های حربیش را در تاجیکستان و قرقیزستان تقویت می‌دهد. سامانه آویاپرو خبر داده است که تانک‌ها و دیگر تکنیک جنگی طالبان را در حالت حرکت به سوی مرز تاجیکستان مشاهده کردند. سخن درباره جابجاکنی گروه بزرگ تروریستان در فاصله نسبتا نزدیک از خط مرز با این کشور می رود. این می تواند علامت آمادگی تروریست‌ها برای حمله به تاجیکستان باشد. تاکید شده است در مقاله این نشریه. آویاپرو یادآور شده است که اخیراً فرماندهان طالبان دیگر باره به تاجیکستان تهدید حمله کرده بودند. این در حالی بود که تاجیکستان به طالبان برگردانیدن چرخبال و هواپیماهایی را که یک سال پیش خلبان‌های افغان قبل از سر قدرت آمدن طالبان از افغانستان به کشورهای همسایه از جمله به تاجیکستان گریزانیده بودند رد کرد. تهدید طوری به نظر می رسد تهدید خیلی واقعی است، چون که اگر قبلا در مرز با تاجیکستان تماجوی تنها نیروهای سرشمار جنگیان مشاهده می شد، انتقال کنونی تکنیک جنگی دیگر باره بیانگر آن است که طالبان به حمله تیاری دیده ایستادند. می نویسد آویاپرو. سامانه وین دیلا این را برای شدن طلب طالبان در مورد برگردانیدن چرخبال و هواپیماها به تاجیکستان گریزانیده شده ربط داده است و نوشته است انتقال نیروهای زمینی و تکنیک زیرپوش طالبان به مرز تاجیکستان در حال صورت میگیرد که فرماندهان طالبان اخیراً به این کشور همسایه تهدید حمله کرده بودند. نمایندگان تاجیکستان و طالبان هنوز این خبر را رسما شرح ندادند، ولی چند پیش یک فرمانده ارشد طالبان در ولایت با تاجیکستان همسایه تخار به مقامات تاجیکستان هشدار داده است که اگر دست از مداخله در امور افغانستان نبردارند، نیروهای این حرکت تندرو قادرند در بین یک هفته تاجیکستان را تصرف کنند. از آن پیش یک نماینده دیگر طالبان تهدید کرده بود که اگر جامعه جهانی اجازت بدهد برایشان برای اشغال تاجیکستان همگی 24 ساعت کافی است. تاجیکستان از بین کشورهای همسایه افغانستان یگانه کشور است که رژیم نو طالبان را قطعا قبول نکرد و با پشتیبانی آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود فرزند احمدشاه مسعود شورتیار از طالبان طلب کرده بود که در حکومت خود به تاجیکان افغانستان جایگاه شایسته بدهند. اخیراً وزیر مدافع روسیه سرگئی شویگو گفت با در نظر داشت وضع در افغانستان از جمله در مرزهای آن کشور با آسیای مرکزی پایگاه‌های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان را از لحاظ سطح آمادگی جنگی تقویت می‌دهند.